خوب گوش اندازید، بسیار عجیب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل تماشابینان و هموطنان گرامی قدر. قصه هست که پادشاه با غلام، بسیار قصه عجیب است. میگه یک پادشاه بود، بسیار خدا ترس بود، با خدا خیلی نزدیک بود، جانش را به خاطر الله میداد. خبر به تمام جمهور رسیده بود که فلان پادشاه بسیار پادشاه خدا ترس است. روز میگه ناگهانی یک غلام با او روپرو می شود. همون لحظه همین غلام میگه در یادش یک چیز میزنه. میگفتن که همین پادشاه بسیار خدا ترس است، به خاطر خدا جانش میتیه. و از پادشاه یک خواهش کرد. گفت ای پادشاه یک سخن بگویم. گفت مرحمت بگو. گفت به خاطر الله پادشاهی تا دم نمیتی. پادشاه میگه این سخن که شنید، گفت به خاطر الله باشه من پادشاهی ما تو دادم. میگه پادشاهیش داد، چیزی با خود نگرفت و برآمده رفت. مدت نگذشت، میگه پادشاه بسیار فقیر شد، کم بضاعت شد. روز این پادشاه یک خواب میبیند. در خواب یک ملائکه به این پادشاه میگوید که تو از خدا چیزی بخواهی خدا قبولش میکند. بگو از خدا چی میخواهی؟ وقتی میگه همین سخن ملائکه گفت، پادشاه در حال بیدار شد، سخن رو گفتن نتوانست. نزد یک عالم رفت تا اینکه خوابش را تعبیرش را بفهمد. عالم در خانه نشسته بود. گفت بیا پسرم در خانه بنشین. نشستند و این عالم به همسرش گفت همسر جون یک تربوز بیار. میگه یک تربوز گرفت در آورد. گفت زنک این تربوز ویران شده، یک تربوز دیگر بیار. در خانه یک تربوز داشتند. زن بر آمد و رفت، گشته با همون تربوزی که آورده بود باز همون آورد. و شوهرش گفت همسرم این تربوز هم ویران شده است، رفته یک تربوز دیگر بیار. وقتی که سوم بار به سر تربوز رفت، باز همون تربوزی که در دستش بود همون آورد. وقتی داخل خانه شد که این جوان همین خوابش نقل کرد. گفت من در خواب دیدم یک ملائکه به من گفت از خدا چیزی بخواهی خدا به تو نصیب میگرداند. میخواهم تعبیر این خواب را بفهمم. همین سخن میگه که زن داخل خانه میشه. عالم گفت گرفتی جوابت را؟ گفت نه چیزی نفهمیدم. گفت یعنی تو زنی صالحه بخواه، یعنی که زن بخواه. این جوان از خانه عالم بیرون شد و در راه رفته ایستاده بود که همون ملائکه در خواب دیده بود از نزدش برآمد. گفت ای جوان از خدا چی میخواهی تا خدا برایت بدهد؟ گفت من زنی صالحه میخواهم. این ملائک در جواب گفت در همین زمان تو 3 زن خدا ترس و به خدا نزدیک و صالحه هست. یکیش زن انا همین عالمی که نزدش رفتی، زن انا همین است. یک تا دیگرش دختر یک پادشاه هست که فردا به شوهر میبراید. یک تا دیگرش 10 سال پس به دنیا می آید. کدامش را قبول میکنی؟ ایستاد فکر کرد. گفت اگر زنی او را گویم نه اون شوهر دارد اون نمی شود. 10 سال پسش را گویم گفت خیلی دیر می شود. گفت انا همین پگاهینش را، اما دختر پادشاهی که فردا به شوهر می براید. وقتی این سخن را گفت باز گشته به ملائکه گفت آقا دختر پادشاه باشد فردا باز به شوهر براید، او را به من نمیتیان که. گفت تو از خدا که خواسته خدا به تو میتید. گفت میرویم به خانه اشان. میگه خانه همون پادشاه رفتن، نزد پادشاه در اومدن. گفتن ای پادشاه ما به خواستگاری دختر تو آمدیم برای آن همین جوان. پادشاه احوال این جوان را دید، لباسای فقیرانه، کم بضاعت، یعنی این هم پادشاه بود، به خاطر خدا داده بود.
گفت شما چی گفته ایستاده اید؟ فردا دختری من به شوهر میبراید و این کی است که من در این میتیم؟ باز گشته ملایی گفت ما به خواستگاری دخترت آمده ایم، دخترت رو به این مرد خواهی نخواهی میدهی. پادشاه گفت اگر یک بار دیگر سخن باز کنید هر دویت رو با زنجیر میکشم. نگاه کرد ملایی که در دست پادشاه یک سیبی بود. گفت ای پادشاه، همون سیبی که در دستت هست الحال دانه همون را گرفته در زمین پرتویم و درخت سیب برایت با میوهش دخترت رو به همین میدهی؟ حیران شد پادشاه. گفت این کار ناممکن است. سیب رو میگه از دست پادشاه گرفت و کند دانه‌اش در زمین پرتاب، میگه درخت سیب با میوهش برآمد. وقتی که پادشاه سیب رو میکند در جایش با سیب میبرآمد. این حالت دید پادشاه گفت من یک عادت دارم، وقتی گپ زدم در گپ می ایستم. گفت دخترم رو به همین جوان دادم، دختر هم خدا ترس بود. از سببی که پادشاه دخترش رو در یک فقیر داد و دخترش 7 تنگه طلا داد، دیگر چیزی نداد. وقتی اینها رفتن ماها از بین گذشت و دختر پادشاه با همسرش گفت شوهر عزیزم، پدرم به من 7 تنگه طلا دادگی هست، این 7 تنگه طلا را برده بفروش یک گاو خریده بیار تا از شیر او استعمال کنیم و زندگی خود را پیش بریم. جوان میگه سحر به بازار رفت برای گاو خرید، یک گاو خرید. میگه در راه آمده ایستاده بود که یک مرد با 2 بز در نزدش ایستاده بود. وقتی این جوان دید گفت ای جوان، گفت به خاطر خدا همون گاو تا به همین 2 بز ما علیش نمیکنی؟ این جوان که خدا ترس بود گفت به خاطر خدا باشه علیش کردم. 2 بز گرفت رفت. میگه در راه آمد که یک مرد دیگر ایستاده بود، چیزی نداشت در دست، یک جامعه کهنه. وقتی با این جوان رو پرو شد گفت ای دوست خدا، گفت به خاطر خدا همین 2 بز به همین جامعه ما علیش نمیکنی؟ میگه به خاطر خدا که باشه من علیشش کردم. میگه جامعه را گرفت و در راه آمد. از پیشش یک مرد دیگر برآمد که در سرش یک شبکه. این جوان دید گفت ای دوست خدا، به خاطر الله گفت همون جامعه تا به همین کلاه ما علیش نمیکنی؟ گفت به خاطر خدا که باشه علیش کردم. میگه کلاه را گرفت در سر کرد و رفت نزد یک چاه نشست. خیلی تشنه مانده بود، خم شده از چاه آب گرفتنی بود که کلاه از سر در درون چاه می افتاد. این حالت را پدر همسرش یعنی که پادشاه داماد خوش نظاره کرده ایستاده بود. وقتی این حالت را دید نزدش آمد گفت ای جوان، گفت انا همه 7 تنگه که دختری من به تو داده بود، انا رفتی و گاو خریدی، گاو تا با بز علیش کردی، بر جامعه علیش کردی، با کلاه علیش کردی، انا کلاه تا غلطاندی. تو الحال خانت میری، همسرت یا از خانه تو را بیرون میکند یا با تو قهر کرده و بسیار سخنهای ناجات میگه. این جوان که خدا ترس بود گفت همسر من هیچگاه این سخن نمیگه. گفت بیا یک شرط میگذاریم. گفت چه شرط؟ گفت اگر رفتی و همسرت با تو جنجال برداشت و تو را از خانه پیش کرد، تو از دختر من خواهی جدا شد، از دخترم جدا میکنم. اگر که رفتی و همسرت به تو هیچ چیز نگفت، من پادشاهگی ما دت میتیم. وقتی میگه این سخن شنید 2 دل بود، اما میدونست که زنش خدا ترس بود، قبول کرد. وقتی که به سوی خانه آمد، یعنی که خسورش پادشاه از پسش پایده ایستاده بود، داخل خانه شد، پادشاه از پس در گوش کرده ایستاده بود. وقتی داخل خانه شد همسرش گفت آمدی مرزک جان، گاو خریدید؟ گفت بله. گفت کجا هست؟ گفت همسر عزیزم در راه آمده ایستاده بودم، یک واقعه با من رخ داد. یک مرد به من گفت که همون گاو تا به 2 بز ما علیش نمیکنی به خاطر الله. وقتی که به خاطر الله که گفت
من علیشش کردم. همسرش گفت بسیار کاری خوب کردی، 2 بزم داریم شکرانه باید کرد. گفت باز در راه آمدم، یک مرد دیگر ایستاده بود. گفت به خاطر الله همون 2 بز دقیقه جامعه من علیش نمیکنی. میگه وقتی به خاطر الله که گفت من بزار دادم شو جامعه را گرفتم. گفت خیر است مردک جان، در زمستان باز گرم میشوی. گفت در راه آمده ایستاده بودم، یک مرد دیگر ایستاده بود، در سرش یک کلاه. گفت ای مرد خدا، به خاطر الله همون جامعه تا به کلاه من علیش نمیکنی. وقتی به خاطر الله که گفت من دادمش جامعه را. گفت مردک جان شکرم بسیار خوب است، گوشهای در زمستان گرم می شود. این مرد گفت همسر جان، از یک چاه آمده نشستم، تشنه ماندم، خواستم از چاه آب گیرم، کلاه در چاه افتید. همسرش گفت شکرانه از آن میکنم که خود در چاه نافتیدی، برای من همینش بسنده است. وقتی که خسرش این حالت دید گریان شد و پادشاهیش را باز به همین مرد داد. یعنی که پادشاه بود، به خاطر خدا داد، خدا باز پادشاهش گرداند. فراموش نکنید دوستان عزیز که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که هرچی را به خاطر الله ترک کردی، خداوند از آن را بهترش را برای تو نصیب میگرداند. ما و شما امروز چیزی را که به خاطر خدا دادیم یک کسا، یا اینکه ترک کردیم از یک چیز دور شدیم، من باوری دارم این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که خداوند از آن را بهترش برای ما و شما نصیب میگرداند. همیشه دست سخاوتمند داشته باشید، همیشه کمک برادر تا بکن تا خداوند کمکت کنه. مشکلی یک برادر را آسان بکن تا خداوند روز قیامت مشکلی تا آسان بکنه. دست یک برادر را بگی خدا دست تو را میگیره. به خاطر الله از زنا و از دروغ و از ناس و سیگارت و فریبگری و حرامخوری و هر کاری بد دست بکش. تنها به خاطر الله خداوند بهتر چیزا برای تو نصیب خواهد کرد. این هم بود یک قصه بهر ما و شما. انشاءالله که یک امتحان الله است. این امتحان از سر هر یک ما و شما گذرانده است. شاید که بسیاریا گوید که این افسانه را از کجا میابی؟ شاید این گونه انسان ها بسیار باشد. از این افسانه من انشاءالله با تو یک پندی هست. خداوند هر یک ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت کند. فی امان الله. من قبل تصويري لك الأفضال في ليلي وفي صبحي، لأجلك كل شكري.